یوگا چطوری بچه؟ من جگرم خیلی 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 خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم سمترین آگهی‌های دیوار و شیپور رو ببینیم که بعد از ورود رونالدو به ایران گذاشتن. خب بریم شروع کنیم. گل کریس رونالدو. دوستان عزیز با سلام، این گل دست کریس رونالدو بوده و اثر انگشت کریس روش هست، زیر قیمت بازار. دقت کنید، زیر قیمت بازار، ارزونتر پیدا نمی کنید. وضعیت کالا ببینید نوشته نوعه، یعنی نوع دیگه. بریم بخریم. چرا نشستین داریم منو نگاه این آگهیه رو میبینید؟ بریم بخریم. آگهی بعدی، گوشی استفاده شده رونالدو، آیفون 13 پرو، قیمت 200 میلیون تومان. وضعیت کالا کار کرده است، معلومه دیگه. گوشی استفاده شده رونالدو، همه اطلاعات رونالدو داخلش، قیمت عوض نمیشه، از خودش در هتل دزدیدیم. آدم عاقل، دوست گرامی، اینو دزدیدی؟ هیچ کس نفهمید؟ اصلا تو چجوری از اون کوه بالا رفتی؟ خب بریم آگهی بعدی. خب عینک کریستیانو رونالدو. عینک رونالدو دیشب ازش هدیه گرفتم، باور نمیکنه فیلمش هست. تخفیف جزئی پای معامله. وضعیت کالا در حد نو. حالا اینو کجا گذاشته؟ یعنی تو چه شهری؟ ساعت پیش گیلان تالش طاهری. نکنه رونالدو اومده بوده گیلان ما خبر نداشتیم اینو به تو کادو داده برگشته. آگهی بعدی، دقت کنید. دنبایی که دنبال رونالدو رفت، دنبایی که دنبال رونالدو رفت 500 تومن. قیافه دنباییه رو کفش و دنبایی یه فقیر این سالمتره، تمیزتره. این چیه اومدی آگهی کردی؟ خب اصلا دنبال رونالدو رفت، میگی من چیکار کنم؟ 500 تومن بدم برای این؟ آگهی بعدی، رونالدو، مایل به معاوضه هستم، قیمت 9 میلیارد تومن. دقت کنید، مقطوعه. توضیحات، برگی که رونالدو از کنارش رد شده، مناسب برای کلکسیون. آگهی بعدی، اورجینال اسکاچی که رونالدو برای زنش خریده، قیمت 450 میلیون تومن. به خدا این اسکاچ 10 تومنه. بعدم رونالدو اگه برای زنش خریده میخواد ببره عربستان، دست تو چی کار میکنه؟ آگهی بعدی، دروازه‌بان سفید و عالی النصر، قیمت 3 میلیارد تومن. وضعیت هایپ ایکس هوپی. موقعیت مکانی تهران، پردیس فاز 2. نوع شاسی سدان سواری. سال تولید 1380. کیلومترش 0. مدل خودروش هم سوا صندوقدار بنزینی. رنگ سفید، گیربکس اتوماتیک، نقدی و اقساطش هم نقدی دیگه. وضعیت بدنی سالم بدون خط و خش. نوع سوخت دوگانه سوز. اصلا حرفی ندارم.
عکس دروازه‌بان رو گذاشتی، مشخصات ماشین رو براش نوشتی. یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی. استغفرالله. آگهی بعدی: فروش کل اتوبوس النصر با رونالدو به اضافه جورجیانا، قیمتش 25,500,000 تومان. مفته ها، دیگه هیچ جا گیرتون نمیاد به جز ایران. توی تهران دیگه هیچ جا گیرتون نمیاد. توضیحاتش: فروش کل اتوبوس تیم النصر با حضور کریس، هدیه رایگان ولی ارزشمند جورجیانا. Oh my god! Wow! خیلی داره ارزون میده. بریم بخرین اینو. برید. چرا نشستین دارین این آگهیه رو میبینیم؟ بریم بخرین. اوکی. آگهی بعدی: با این لیوان رونالدو شیر خورده. لیوانی که رونالدو باهاش شیر خورده. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. بابا با کلاس، رونالدو فکر کرده میاد تو این شیر میخوره؟ بهترین لیوانی که ما تو عمرمون ندیدیم تو شیر میخوره. نه این لیوان دهیش است. آگهی بعدی: نفس رونالدو، قیمت 200,000,000 تومان. احساس میکنم از دیوار عکس گرفته. بعدم نفس رونالدو همون نفسیه که خودمون داریم تنفسش میکنیم دیگه. آگهی بعدی: ناخونگیر رونالدو، قیمت 1,000,000,000 تومان. وضعیت کالا کار کرده است. با این ناخونگیر تو هتل اسپیناس ناخونهای رونالدو رو گرفتم. خیلی با ارزشه. چریهای ناخون رونالدو هم توشه. اخی چندش؟ چرکشو میخوایم چیکار؟ میخوایم بزنیم به سرمون؟ آگهی بعدی: شامپو تخم مرغی رونالدو. وضعیت کالا: شامپو تخم مرغی رونالدو من از ساکش برداشتم. حرفی برای گفتن ندارم. حرفی ندارم آخر. تنفس رونالدو، قیمت 13,000,000 تومان. ببینید چگونه پولدار شویم. یه پلاستیک فریزری رو برمیداریم، همون یه بار مصرف، یه فوت میکنیم توش و پر باد، یه پر تنفس، پر هوا میشه. بعد میام توی دیوار رو شیپور آگهی میکنیم، یه قیمت چرت و پرت میزنیم، بعد هم اسم رونالدو رو قاطیش میکنیم. مثلا تنفس رونالدو، نفس رونالدو، هوایی که رونالدو تنفس کرد. از این چرت و پرتا مطمئن باشین جواب میده. جواب نداد بیاین تو کامنت ها بنویسین. تا اکتشافات دیگر فعلا خدا حافظ. آگهی بعدی: سگ رونالدو، 100,000,000 تومان. عکس از نژاد پامره، 2 ساله است، کاملا آموزش دیده، جای دستشوی همه اینا بلده، بشین بخواب، اصلا همه چی بلده. عکس نژادش هم این پایین براتون گذاشتم، میتونیم ببینید. حالا بریم عکس خودش رو ببینیم. واو کوکولی. آگهی بعدی: 500 آقای رونالدو. یه 500 تومانی برو تو خونتون بگرد، توی همه جا هست، یعنی مثلا توی اون خلک‌های قدیمی که هنوز بازشون نکردی، دلتون نیومده، زیاد از اونو بریم بگردیم پیدا میکنین. در بیار، یه عکس بگیر،
یه قیمت چرت و پرت هم بزن، مثل این 5 میلیارد تومن. خب بعد بذار تو دیوار و شیپور و اینا، این راه هم پولدار میشی. از اون بعد این 500 رونالدو میخواد چی کار کنه زمانی که دلار داره؟ آگهی بعدی، امضای رونالدو و مانه، قیمت 30 میلیون تومن. سلام، امضای رونالدو و مانه تازه ازشون گرفتم، تو هتلی کار میکنم. ببینید الان 2 تا امضا ما داریم مشاهده میکنیم، بالا و پایینه. اون پایینیه که نصف مردم ایران امضاشون همونه. اون بالایی هم حالا نصفشون نه، حداقل 5%شون 10%شون امضاشون اینه. دیگه میخواد بیاد سر یه ایرانی کلاه بذاره 30 تومن ازش بگیره. چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ نه چی شده؟ یا امضا چه خبرته؟ آیه بعدیمون اینه، هندونه ای که رونالدو از وانتی خرید، مایل به معاوضه هست، قیمتش 158 میلیون و 800. 200 تومن دیگه میذاشون میکردی 159 میلیون دیگه. قیمتش هم مقطوعه، لطفا تقاضای تخفیف نکنید. توضیحاتش، دوستان معاوضه فقط با خونه تو قیطریه. هندونه رو رونالدو شخصا از وانتی سر راه هتل اسپیناس خریده. بیاین منطقی فکر کنیم. اگه رونالدو این هندونه رو از سر راه هتل اسپیناس از وانتی خریده، دست شما چی کار میکنه؟ اون خریده که بخوره، دست تو چی کار میکنه که آگهی کردی؟ آگهی بعدی، دستمال مرطوب رونالدو، قیمت 10 میلیارد تومن، توی فرودگاه ازش استفاده کرده، خیلی با ارزش، خریدار واقعی بیاد. No! God, please, no! 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 آگهی بعدی، نخ ریشه فرشی که آقای رونالدو کادو گرفت. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. بافتش دست بافه، جنسش ابریشمه، ابعادش 12 متری 3x4، وضعیت نوعه. خب آدم عاقل، آدم باسواد، تو چطوری رفتی اون محل ملاقاتی که بهش اینو کادو دادن؟ چجوری این ریشه فرشه رو برداشتی؟ خب اینجا توییت یکی از دوستان عربستانی رو میبینید که این 4 تا آگهی آخر رو گذاشته و نوشته ایرانی ها اقلام مربوط به کریستیانو رونالدو رو به قول خودشان امضا، نخ فرش، هندوانه و دستمال های معطر میفروشند. وطنم ای شکوه پا بر جا. خب بچه این از پارت اول این آگهی سم بود. پارت دوم هم داره که اگه حمایت ها زیاد بود هرچی زودتر براتون میذارمش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.